برگشت تو علیرضا کاظمی، خیمه استقلال روی دروازه، رنجبری یه ضربه حالا توی دروازه، گل برای استقلال خوزستان. یه کامبک رویایی، یه برگشت بی‌نظیر. 2-0 رو 3-2 کردن شاگردان پور موسوی. آسو رستم محمد یا آسو محمد رستم خیلی تفاوتی نمیکنه. گل برای استقلال خوزستان. 3 امتیاز رو میگیرن بازیکنان استقلال خوزستان و سید سیروس پور موسوی خوشحال ترین مربی این هفته خواهد بود. آسو رستم محمد. خوشحالی هواداران استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز. کار رنجبری رو دست کم نگیرید. ضربه اول رو رنجبری زد، احمد گوهری برگشت داد و آسو رستم محمد دروازه رو باز کرد. بازی 3-2 شد. ببینیم یه بار دیگه توپی که برگشت داد روی ضربه دیدنی رنجبری چه جای خوبی حضور داشت. آسو